پاسخ به تاریخ. محمد رضا پهلوی. به یاد همه شهیدان، همه زنان و مردان ایران زمین که به خاطر میهن جان باختند. این کتاب نوشته شد و به آنان اهدا می شود. فهرست. دیباچه. قسمت اول از ایران دیروز تا ایران امروز. قسمت دوم سلسله پهلوی، نجات و وحدت ایران. قسمت سوم انقلاب سفید. قسمت چهارم اتحاد لعنتی سرخ و سیاه. دیباچه. اندکی بیش از 1 سال پیش آخرین کتاب من در تهران انتشار یافت. کتابی سراسر امید که در آن دیدگاه‌ها و طرح‌های خود را درباره آینده ایران به ملتم عرضه داشتم. آرزوی من این بود که آینده ملت ایران افتخارآمیز، سعادتمند و پر رونق باشد. آینده‌ای فراخور تاریخ چند هزار ساله کشورم که همواره یکی از سازندگان اصلی تمدن جهانی بوده است. آرزو داشتم که در آستانه هزاره سوم ایران کاملا نوسازی شده، اقتصادش پر رونق، جامعهش متحول و پیشرو باشد. مردمش از یک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند و نظام سیاسیش حکومت بر قوام مردم، یعنی بر یک دموکراسی واقعی استوار باشد. آرزو داشتم که نسل‌های آینده ملتم با سربلندی و غرور مقام والایی را که شایسته آنان است در خانواده بزرگ انسانی به دست آورند و نقش و مسئولیت خود را در جهان ایفا کنند. امیدوار بودم سیاهی‌های قرون وسطایی را که 50 سال پیش ایران از آن نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشنبینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم. در تمام مدت پادشاهیم من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم، آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود. برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم. با دشواری‌ها و موانع بسیار مبارزه کردم. با توطئه‌ها و تحریکات فراوان مواجه شدم. با شرکت‌های بزرگ و توانای خارجی و کارتل‌های چند ملیتی ستیز کردم. حالان که بسیاری از مشاورانم مرا از این مبارزه برحذر می‌داشتند. ممکن است من در طی دوران سلطنتم اشتباهاتی مرتکب شده باشم، اما کوششم برای عظمت و اعتلای ایران هرگز خطا نبود. هدف من از نوشتن این کتاب این است که نشان بدهم چرا در این راه تلاش و ایستادگی کردم. نشان بدهم که چرا و چگونه کوشش کردم جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه منازعات طبقاتی پیریزی کنم. جامعه‌ای که در آن همه گروه‌ها و طبقه‌ها به یکدیگر وابسته و همدل باشند. حس تفاهم با همه کشورهای جهان، چه دنیای غرب، چه کشورهای سوسیالیست و چه ممالک جهان سوم به من امکان داد که در صلح و صفا این کوشش را برای ساختن ایرانی با تمدن بزرگ انجام دهم. وظیفه خود می‌دانم در این کتاب نشان دهم چگونه اکنون بر اضمحلال ایران کوشش می‌شود و می‌خواهند آنچه را که در سایه تفضلات الهی و به شکرانه شوق و شور و کوشش صمیمانه ملت ایران به وجود آمده است به دست گروهی غیر مسئول نابود سازند. این پاسخ من به تاریخ خواهد بود. قسمت اول. از ایران دیروز تا ایران امروز. فصل اول. درس‌هایی از گذشته. برای پاسخ به تاریخ باید آن را شناخت و دریافت. ایران که از 3000 سال پیش تا کنون همواره کشوری پادشاهی بوده است، در طول تاریخ خود نشیب و فرازهای بسیار دیده و دورانهای روشن و تاریک را پشت سر گذاشته و با خطرهای بزرگ رو در رو شده است. هیچ ملتی نمیتواند تنها به خاطر گذشته خود زندگی کند و بدون گذشته خود نیز نمیتواند پایدار بماند. ملتی که به گذشته خود وابسته و دلبسته نباشد الزاماً از صحنه روزگار ناپدید خواهد شد. تاریخ ایران مملو از افتخارات و نابسامانی هاست. عبرت از گذشته میتواند به فضل خداوند بهترین راهنمون برای آینده باشد. اکنون میخواهم نظری به گذشته ایران بیاندازم. گذشته‌ای که هیچ کس نمیتواند بر آن خط بطلان بکشد. توانایی‌ها و خطرهای ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران.
ایران کشوری کهنسال است که تاریخش به اعماق قرون و اعصار می رود. ایران در منطقه خاورمیانه واقع شده که گاهواره تمدن‌های بزرگ بوده است. کشور ما در تقاطع خطوط مواصلاتی میان اروپا، آسیا، شبه قاره هند و آفریقا قرار گرفته و با 3 دریا، دریای خزر در شمال، خلیج فارس در جنوب غربی، دریای عمان در جنوب شرقی ارتباط دارد و از دریای مدیترانه که مرکز جهان متمدن غرب بوده است فاصله زیادی ندارد. چنین موقع جغرافیایی عامل مهمی در قدرت کشور ماست و ایفای نقش بزرگ کشورگشایی، اشاعه تمدن، گسترش بازرگانی را در دورانهای درخشان تاریخ ما میسر و مقدور گردانیده است. چنین موقع جغرافیایی نیز عاملی در ضعف کشور ما بوده است. ایران فلاتی با محورهای شمالی، غربی، جنوبی و شرقی، با دشت‌های وسیع و صحراهای بزرگ و کویرهای نمکزار که از هر سو به وسیله جبال بزرگ احاطه شده. کوههای البرز در شمال کوههای زاگرس، در باختر، کوههای بلوچستان در جنوب خاوری، از چند شهر بزرگ چون اصفهان و کرمان که بگذاریم منطقه مرکزی کشور ما تقریباً خالی و کم جمعیت و فعالیت و ثروت و فرهنگ بیشتر در مناطق کناری متمرکز گردیده. به همین جهت است که در طی قرون و اعصار ایران پایتخت‌های بسیاری داشته که اغلب آنها در مرکز کشور واقع نبودند. پایتخت‌های مهم ایران قبل از تهران عبارت بودند از شوش، اکباتان، تخت جمشید، تیسفون و پس از اسلام اصفهان، شیراز، تبریز، اردبیل و قزوین. کشور ما در زمانهای تدنی و انحطاط مورد حمله همسایگان قرار گرفته و در دورانهای اطلاع و عظمت بر اثر نیرو، تدبیر و درایت رهبران بزرگ وحدت ایران تأمین شده است. در دورانهای انحطاط همواره حملات خارجی با همدستی‌های دانسته و یا ندانسته در داخل کشور همراه بوده و بیشتر این همدستی‌ها از خارج الهام و نظم می‌یافته است. به راستی بررسی اجمالی این رویدادها که جنبه افسانه‌ای یافته به درک بهتر دورانهای مختلف تاریخ ما کمک خواهد کرد. شاهنشاهان قهرمان کوروش، داریوش و خشایارشاه، حمله اسکندر مقدونی به ایران، رستاخیز ایران در زمان ساسانیان و حمله اعراب. بر اثر نفوذ و رهبری 2 قوم هند و اروپایی، مادها و پارسها، پس از 2000 سال نبرد و تلاش ایرانیان بر همه اقوام منطقه بین‌النهرین پیروزی و برتری یافتند. سلسله هخامنشی 559 تا 330 قبل از میلاد بزرگترین شاهنشاهی جهان را که از دریای سیاه تا آسیای مرکزی و از لیبی تا هندوستان گسترش داشت بنیان نهاد. شاهنشاهی هخامنشی نخستین شاهنشاهی بزرگ و منظم جهان است که در آن یک رهبر، شاهنشاه ایران، بر اقوام و ملل مختلف حکومت می‌کرد. برای تأمین نظم و وحدت شاهنشاهی ایران، هخامنشیان و بر سر هر ایالت فرمانروایی به نام ساتراپ گماردند. برای پست و مخابرات با نور شیوه‌های نو به کار بردند و نظام پولی مرتب، محاسبات عمومی و ارزان و اوزان و مقادیر یکسان را به وجود آوردند. بدین سان ایرانیان به دنیای عهد عتیق نشان دادند که میتوان سرزمینی به آن وسعت را با نظم و ترتیب اداره کرد. رومیان در اداره امپراتوری خود از بیشتر راه و روش‌های ایرانیان پیروی و حتی تقلید کردند. بزرگترین شاهنشاهی ایران کوروش است که به حق وی را بزرگ لقب دادند. کوروش شاهنشاهی ایران را بر چند گونگی ادیان و رعایت عدالت بنیان نهاد. کوروش کشورگشایی بزرگ بود ولی وی را میتوان در حقیقت بنیانگذار فکر امروزی صیانت حقوق بشر نیز خواند، چرا که نخستین کس در جهان عهد عتیق بود که منشوری آزادمنشانه در این زمینه تدوین و اعلام کرد. اسرای جنگی را آزاد ساخت و به سرزمین‌های خود بازگرداند و حقوق و عادات و سنت‌ها و ادیان اقوام و مللی که شاهنشاهی ایران را تشکیل می‌دادند احترام نهاد. کوروش نه تنها دشمنان خود را عفو می‌کرد بلکه مسئولیت‌های مهم به آنان تفویض می‌نمود. پس عجیب نیست اگر او را آزاد کننده ملت نام نهادند. ملل.
سیاست کوروش بزرگ با خصلت‌ها و منش ایرانیان کاملا هماهنگ بود و از آن الهام می‌گرفت. همه پادشاهان بزرگ ایران از سیاست آزادمنشانه و صلح‌جویانه پیروی کردند و ایران همواره یک کشور پناهگاه محسوب می‌شده است. کوروش بزرگ، داریوش و خشایارشا شاهنشاهان قهرمان تاریخ ما هستند و در افسانه‌ها، ادبیات و هنر کشور ما مقامی بس والا دارند. اروپاییان در کتب تاریخ خود خواندند که داریوش در ماراتون و خشایارشاه در سالامین بر یونانیان پیروزی نیافتند. با این حال نباید فراموش کرد که ایرانیان قرنها بر منطقه دریای اژه و مدیترانه شرقی و سرزمین‌های یونانی بسیار تسلط داشتند. انحطاط هخامنشیان به پدیده‌ای شگفت‌آور انجامید. اسکندر مقدونی 356 تا 323 قبل از میلاد به ایران تاخت و بر همه سرزمین‌های شاهنشاهی داریوش تسلط یافت و در راه و رسم کشورداری از شیوه کوروش پیروی کرد. پس از مرگ اسکندر 13 ژوئن سال 323 پیش از میلاد شاهنشاهی وی میان تنی چند از سردارانش تقسیم شد. اما برخلاف آنچه در بعضی از کتب درسی غربی می‌خوانیم، یونانیان تمدن ایرانی را تحت تأثیر خود قرار ندادند و ایرانی یونانی نشد. درست است که ما در موزه ها چند اثر از دوران تسلط یونانیان بر ایران مشاهده می‌کنیم، ولی در حقیقت این اسکندر بود که تحت تأثیر و نفوذ تمدن ایرانی قرار گرفت و این پدیده بارها در طول تاریخ ایران تکرار شده است. ایران بارها به تصرف کشورگشایان خارجی درآمد، اما هر بار ایرانیان اصالت و فرهنگ و تمدن خود را حفظ کردند و هرگز پیرو راه و رسم خارجیان نشدند، بلکه همواره آنان را به راه خود آوردند. 250 سال قبل از میلاد مسیح پارتها ایران را از بند یونانیان رهاندند و شاهنشاهی ایران را تجدید کردند و سلسله بزرگ اشکانی را تشکیل دادند که طی چند قرن از استقلال و موجودیت ایران در مقابل حملات خارجیان از جمله امپراتوری روم دفاع کرد و به پیروزی‌های بزرگ نظامی دست یافت. شاهنشاهی اشکانیان با پیروزی اردشیر بر اردوان پایان یافت و سلسله ساسانیان 224 تا 651 میلادی تأسیس شد. اردشیر از نگهبانان معبد زرتشت بود و عظمت شاهنشاهی هخامنشیان را تجدید کرد. وی در تاریخ جهان دو نقش بزرگ دارد، یکی سیاسی و آن دیگر فرهنگی. ایران، این سرزمین آریایی، همواره سد راه نفوذ اقوام وحشی و نیمه وحشی به سوی غرب بوده است. ولی اقوام و ملل هند و اروپایی، امپراتوری روم شرقی قدر این نقش را نشناختند و همواره در تضعیف ایران کوشیدند. هنگامی که سد ایران از میان برداشته شد، میان دنیای شرق و دنیای غرب خلایی ایجاد گشت که اعراب از آن استفاده جستند و سپس ترکان و مغولان آن را پر کردند. و این وقایع برای همیشه مسیر تاریخ اروپای غربی و شرقی، روسیه و آفریقای شمالی را تغییر داد. از لحاظ فرهنگی تجدید حیات ایران در زمان ساسانیان تلفیقی از فرهنگ‌های خاور و باختر به وجود آورد. شاپور اول 241 تا 272 میلادی فرمان داد که همه متون دینی و فلسفی و طبی و اخترشناسی مهم جهان متمدن را گرد آورند و به زبان پهلوی ترجمه کنند. همین متون بود که بعداً از فارسی به عربی برگردانده شد و پس از قرن 12 میلادی به زبانهای اروپایی ترجمه گشت و دانشمندان باختر زمین را با فلسفه و فرهنگ یونانی آشنا ساخت. به جرئت میتوان گفت که تجدید حیات فرهنگی غرب، رنسانس، بدون آشنایی با تمدن و فرهنگ یونانی که از طریق ایرانیان صورت گرفت یا تحقق نمی‌یافت و یا صورتی دیگر می‌داشت. دوران‌های طلایی نوین تاریخ ایران. در سال 652 میلادی اعراب به ایران حمله کردند و تسلط آنان بر کشور ما در حدود 200 سال طول کشید. اما در حقیقت ایرانیان اعراب را تحت نفوذ و سلطه خود درآوردند. ایرانیان از یک سو اصالت فکری خود را با تدوین اصول مذهب شیعه عنوان کردند و از پذیرفتن استیلای خلفای عرب سرباز زدند و از طرف دیگر فرهنگ غنی ایرانی را از دستبرد و تسلط خارجیان نجات دادند.
در زمینه سیاسی نقطه آغاز تجدید استقلال ایران قیام ابو مسلم خراسانی بود که با سپاهی از ایرانیان خاندان عباسی را که از احفاد پیامبر اسلام بودند به جای بنی امیه بر تخت خلافت نشاند و بغداد را پایتخت آنان قرار داد. در این زمان خراسان کانون اصلی فرهنگ و دانش ایرانی گردید. طاهریان در نیشابور و سپس سامانیان در سمرقند بر بخشی بزرگ از شاهنشاهی دیرین ایرانی حکم فرمایی کردند و فرهنگ و تمدن ما را به اوج اطلاع خود رساندند و دیلمیان در طول مدتی نسبتاً کوتاه وسعت شاهنشاهی ایران را تقریباً به مرزهای زمان ساسانیان رساندند. این عهد را میتوان عصر طلایی شعر فارسی نیز خواند. فردوسی 935 تا 1020 میلادی، حماسه سرای نامی ایرانی، سنایی غزنوی، جلال الدین رومی متوفی به سال 1273 میلادی و پزشکان و فیلسوفانی چون رازی و ابن سینا کم و بیش از این دوره‌اند. تسلط تدریجی بازماندگان غلامان ترک بر ایران گرچه دوران‌هایی از قدرت به همراه داشت، اما در حقیقت سرآغاز انحطاط بود که با حمله مغول به اوج خود رسید و بار دیگر ایران دستخوش تجزیه و نابسامانی فراوان گردید. آثار حمله وحشیانه مغول بر ایران قرنها به جا ماند. چنگیز و هولاکو بیشتر شهرهای ایران را به خصوص در خراسان ویران کردند و میلیون‌ها ایرانی را از دم تیغ گذراندند. مؤسسات بزرگ فرهنگی ایران به دست نابودی سپرده شد و بخشی بزرگ از میراث علمی ایرانی و اسلامی منهدم گردید. مغولان زندگی ایلاتی را که با روح و سنت‌های ایرانی هماهنگ نبود در ایران گسترش دادند و سرانجام باقی مانده های تمدن و فرهنگ از سال 1383 میلادی به بعد به دست تیمور لنگ دستخوش تخریب و تاراج و انهدام گردید. مورخان نوشتند که تیمور در بغداد از 22,000 جمجمه کسانی که به قتل رسانده بود مناره‌ای ساخت و فقط به تنی چند از صنعتکاران نامدار زمان امان داد که آنان را نیز با خود به سمرقند برد تا به آبادانی و زیباسازی آن شهر بپردازند.